خدمت دوستان عزیز و دنبال کنندگان کانال دولفین تریدر خدمتتون عرض کنم که همینطور که تا الان دیگه اکثرتون متوجه شدین، امروز پیامی اومد که همستر تا 20 سپتامبر فصل یکش به پایان میرسه. حالا ما خواهیم اینو بررسی بکنیم ببینیم که به چه معنیه و توی این فرصت باقی مونده، این 2-3 روز باقی مونده، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. توی پیج اینستاگرام همستر کامبت پستی گذاشته شد چند ساعت پیش که داره میگه که روز 20 قراره یه اسنپ شات از اکانت های کاربرها گرفته بشه. اسنپ شات به این منظوره که خودش هم اینجا توضیح داده که یه کپی در حقیقت از کارنامه کاربراه و اون در حقیقت عمل کردی که تا الان داشتن و شما هر کاری میخوایم بکنین تا اون تاریخ باید انجام بدین تا 20 سپتامبر که 2-3 روز دیگه میشه. خدمتتون عرض کنم که اینجا نوشته که سیزن 1 داره تموم میشه، یه پایانی برای فصل اول داره میاد و ما داریم در مورد یه اسنپ شات در 20 سپتامبر ساعت 6 غروب به وقت گرینویچ صحبت میکنیم. اما این پایان نیست، این آغاز یک چیز بزرگتره و یک اتفاق بزرگتره. خب ما حالا بریم ببینیم که توی این فرصت باقی مونده، توی این 2 روز چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. خب همینطور که میبینین من تا جایی که تونستم سکه هامو به پروفیت تبدیل کردم، به خاطر اینکه خب خودشم اینجا توی بخش ایردراپ و توی بخش امتیازات توضیح داده که پسیو اینکام یعنی درآمد غیر فعال، یعنی شما بدون اینکه کار بکنین و توی گوشیتون باشین درآمد براتون بیاد. منظورش همون پروفیت هست. از این یه سری تسکا رو گفته که باید انجام بدین. تسکایی که گفته در حقیقت مرحله بعدی هست که اهمیت داره. خب تسکا هم که توی بخش ارن همین بخشش همین ویدیوهایی بود که می اومد، یا مثلا این چیزایی که گفته بود دنبال بکنیم، کانال‌ها، حالا مثلا شبکه‌های اجتماعی خود در حقیقت خود همستر. پس این هم از تسکاش هست. فرندم که خب تا الان هر کی داشته و دوستاشو دعوت کرده دیگه، بعید میدونم کسی مونده باشه که به همستر ملحق نشده باشه. توی این 2 روز اگر میتونین باز هم به لیست دوستاتون اضافه بکنین. اچیومنت یا دستاوردها که الان مفصل تر در موردش صحبت میکنیم، تلگرام سابسکرایبشن یا دنبال کردن کانال تلگرامشون که اینم براشون خیلی مهم هست، و این کلید هایی که توی مینی گیم ها و اون بازی های معمایش میتونین بگیرین. حالا من کلیدا رو قبلا توی پست قبلی اگر بریم ببینین توضیح دادم. حالا من خودم اینجا 145 تا گرفتم. میتونین توی بخش گیم برین، با انجام دادن این بازی های روزانه در حقیقت کلید بگیرین که روزی 44 تا حتی میتونین بگیرین. ولی خب من برای کلیدا خیلی وقت نذاشتم. این پازلی است که میتونین حل بکنین و روزانه یه دونه کلید بگیرین. و الان میریم سراغ بخش اچیومنت. روی این بخش اول که میرین، اچیومنت یا دستاوردها، در حقیقت اون آیکون بالا سمت چپ روی اسمتون که بزنین، اینجا دستاوردها رو بالای اسکین ها بهتون نشون میده. این اسکین هایی هست که میتونین داشته باشین. و قسمت اچیومنت یا دستاوردها، خب گفته که کارت هاتون رو چند تا کارت آپگرید که من تا الان 50 تا کارت تونستم آپگرید بکنم، حتی بیشتر فکر میکنم 140-50 تا باشه. اما بین 50 تا 200 هیچ گزینه‌ای نداره که شما مثلا 150 تا یا 100 تا آپگرید کرده باشین بتونین امتیاز اونو بگیرین. بخش دوم دستاوردها مربوط میشه به کارت هایی که تونستین تا لول 15 برسونین. اینو فکر میکنم
تقریبا همه یا کسایی که از اوایل بازی اومده باشن تونسته باشن هر 50 تاشو بگیرن و تا لول 15 برسونن. اینو اگر انجام ندین انجام دادنش خیلی راحته. اون بالایی تا 50 و این بالایی تا 50 رسوندن اینا خیلی کار راحتی است که بتونین لول 15 رو 50 تا بزنین. بخش بعدی لول 25 که خب هزینهش خیلی زیاده بوده، 1 میلیارد خورده، 1 میلیارد و 50 من دادم که تونستم ارزون ترین کارتو که میتونستم تا لول 25 برسونم در حقیقت انجامش بدم و بگیرم اینو. الان نشونتون میدم که دقیقا کدوم کارت رو از کجا میتونیم بگیرینش. توی بخش لگال این کارت KYC در حقیقت کارتیه که من تونستم تا لول 25 برسونم. الان میبینین که لول 25 تا 26 2 میلیارد و 600. من لول 25 شو با 1 میلیارد حدوداً گرفتم. خب دوباره برمیگردیم به بخش اچیومنت یا دستاوردها. خب کالکت کوین 1 میلیارد و نیم. ببینید این گپ ها فاصله هاش خیلی زیاده، مثلا بین 1 میلیارد و نیم تا 15 میلیارد خیلی زیاده و من الان نمیدونم دقیقا چقدر گرفتم، ولی بین این دوتا عدد چون فاصله زیاده خورده رسیدم به اون بالایی سخته. شاید تا الان من حدود 7-8 میلیارد تونسته باشم بگیرم و همش هم خرج آپگرید کردن کارتام کردم. اینوایت فرندم به همین صورت. من الان 8 تا فرند دارم، اما چون فاصله 1 تا 10 خیلی زیاده و حال اینو تا همون 1 فقط آپگرید کرده. اسکینا رو من 10 تا تونستم بگیرم. اینم بهتون توصیه میکنم اگر میتونین، عدد 25 دست نیافتنی نیست، یه خورده براش هزینه کنین میتونین بگیرین. و 100 تا ویدیو رو هم که اگر تا الان ویدیوها رو مرتب دیده باشین احتمالا اینم تیک سبزش رو تونسته باشین بگیرین. و همین دیگه. اگر این دستاوردها و اچیومنت ها رو بتونین تا جایی که میتونین اینا رو بگیرین و پولتون و سکه هاتون رو در حقیقت خرج بکنین برای این قضیه دستاوردها، این خیلی میتونه براتون توی ایردراپ مؤثرتر باشه. اینا رو که من میگم بر اساس نوشته های خود بازی و نویسندگان بازی هست که اونا تاکید دارن که پولاتون رو توی این بخشایی که ما اینجا توی بخش ایردراپ براتون توضیح دادیم هزینه بکنین و این دستاورداتون رو بالا ببرین. ممنونم. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه. پس این 2 روزی که فرصت دارین سکه هاتون رو خرج این داستانا بکنین که روزی که اسنپ شات گرفته میشه بتونین بهترین بهره رو از ایردراپ ببرین.